هیچ کس از تجاوز به کشورش خوشش نمیاد. این جنگ، این سر صدا خب باعث آزار به هممونه. خب مسلما اگه به نفع مردم باشه ما هم خیلی خوشحالیم که اتفاق افتاده. فکر نمی‌کنم که بخوایم بگیم که شخص کشور خاصی حتما برنده شده. فکر می‌کنم هر دو طرف برندن، چون منفعت‌های خودشون رو به دست آوردن. خب اگه حضوری بود که خیلی بهتر بود. ما هم خیلی قشنگ‌تر می‌دیدیم و می‌فهمیم توی کشور چه خبره. ولی خب با اینکه هم که امضا شده، یکم شرایط جو آروم شده، خب خیلی خوشحال کننده است. با توجه به اینکه ایران در مقابل دو تا قدرت بزرگ جهانی آمریکا و اسرائیل تونست مشت محکمی به این دو تا در واقع قدرت بزنه، به نظر من این تفاهم نامه یک پیروزی بزرگی بود که میتونه نقطه عطفی هم در بحث سیاست بین الملل باشه و هم در بحث در واقع سیاست داخلی. احساس پیروزی و شادمانی که بالاخره پوزه آمریکا و اسرائیل رو در واقع به خاک مالیده شد. انشاءالله نوید شرایط اقتصادی بهتر رو به نظر میاد که در پیش داشته باشیم.